میدونی نمیخواستم اینو بهت بگم، چون که وقتی بفهمی دیگه هیچ وقت دنیا رو مثل قبل نمیبینی. این چیزی که الان میگم نه تو مدرسه بهت گفتن نه تو دانشگاه، حتی بیشتر آدم‌های موفق هم هنوز درست درکش نکردن. ولی اگه بفهمی ذهن ناخودآگاهت رو مثل یک آهنربا میکنی که خودش ثروت و موفقیت رو میکشه سمتت بدون اینکه حتی به زور تلاش کنی. امروز قراره باهات کاری کنم که دیگه برای جذب ثروت و فرصت‌ها گدایی نکنی. اونا خودشون بیان سراغت. من توی چند تا بخش میخوام که کامل این موضوع رو برات روشن سازی کنم و توی هر کدوم از بخش‌ها یک توضیحات کاملاً مفید و کاملی رو بهت میدم که اگر اونها رو پیگیری کنی و انجامشون بدی 100% نتیجه خواهی گرفت، چون آدم‌های خیلی زیادی بودن که همین منوال رو ادامه دادن و نتیجه گرفتن. پس تا پایان ویدیو با من باش که قراره ریز به ریز بهت بگم که چیکار کنی. اولین بخشی که میخوام برات توضیح بدم آشنایی با قدرت ذهن ناخودآگاهه. خب ببین، تو الان شاید فکر میکنی که داری با ارادت زندگیت رو میسازی، ولی واقعیت اینه که 90% کارهایی که میکنی، تصمیم‌هایی که میگیری و حتی احساساتی که تجربه میکنی همشون از ذهن ناخودآگاهت میاد. اون 5% اراده آگاهت فقط نوک کوه یخه، بقیه ماجرا زیر آبه و اگه اون زیر رو برنامه‌ریزی نکنی زندگی رو با همون کدهای قدیمی پیش میبری. حالا این کدها از کجا میان؟ بچگی، خانواده، جامعه، تجربه‌های خوب و بد، حتی یک جمله منفی که سالها پیش شنیدی. حالا سوال اصلی اینه چطور این کدها رو عوض کنیم تا به جای کمبود و ترس تو رو پر از فرصت‌ها فراوانی کنه. توی بخش دوم که میخوام براتون توضیح بدم در واقع اصل اول یعنی آگاهی و شناسایی الگوها هستش. قدم اول اینه که بفهمی چه چیزهایی توی ناخودآگاهت ذخیره شده. مثلا وقتی که به پول فکر میکنی اولین احساسی که میاد چیه؟ هیجان یا ترس؟ این احساسات مستقیم نشونت میدن که ناخودآگاهت چه باوری رو ذخیره کرده. باید مثل یک کارگاه عمل کنی، دنبال ردپای باورهایی باشی که تو رو محدود میکنن. برای این کار 3 روز کامل هر واکنش احساسی به پول، موفقیت یا حتی آدم‌های ثروتمند رو داری بنویس. فقط با همین تمرین ساده میبینی که چقدر باورهای پنهان توی سرت جا خوش کردن. توی بخش سومی که میخوام برات توضیح بدم در واقع اصل دوم یعنی تغذیه روزانه ذهن ناخودآگاهته. اینجا جاییه که بازی رو عوض میکنی، چون ناخودآگاه مثل یک زمین خالیه، هرچی بکاری همون رو رشد میده. هر روز صبح قبل از اینکه گوشی تو برداری 3 تا جمله قدرتمند به خودت بگو، نه با عجله بلکه با حس واقعی. من لایق ثروت بی‌نهایت هستم، فرصت‌ها همیشه در مسیر من ظاهر میشن، من مغناطیس موفقیت هستم. اینو هر روز بگو، حتی اگه اولش حس نکنی، چون کم کم ناخودآگاهت اینو به عنوان حقیقت میپذیره و وقتی که پذیرفت دنیای بیرونت شروع میکنه به تغییر. توی بخش چهارمی که میخوام برای توضیح بدم در واقع اصل سوم یعنی تصویرسازی خلاق هستش. حالا نوبت بخش جادویی کاره، تصویرسازی. اگه نمیتونی خودتو توی زندگی موفق ببینی چطور قراره اونو بسازی؟ هر شب قبل خواب 5 دقیقه چشماتو ببند و صحنه ای رو تصور کن که هدفت به واقعیت رسیده. حس کن که اون ماشین رو داری، اون سفر رو رفتی، اون قرارداد رو بستی. نکته طلایی که اینجا وجود داره اینه که فقط تصویر نکشی بلکه حسش رو هم بیاری توی بدنت. ناخودآگاهت بین واقعیت و تصویر تمایز قائل نمیشه. پس وقتی که حس رو تجربه میکنی انگار داری برنامه‌ریزی جدید میکنی. توی بخش پنجمی که میخوام برات توضیح بدم در واقع اصل چهارم یعنی حذف سمهای ذهنی هستش. هیچ برنامه‌ریزی جدیدی کار نمیکنه اگه هنوز سمهای قدیمی توی سیستم باشه. این سمها چی هستن؟ آدم‌های منفی باف، اخبار ترسناک، حرفای محدود کننده‌ای که مدام میشنوی. از همین امروز ورودی‌هات رو فیلتر کن. هرچی که انرژیت رو پایین میاره قطعش کن. یادت باشه ذهن ناخودآگاهت مثل یک اسفنج میمونه. هرچی که بدی دستش همون رو جذب میکنه. توی بخش ششمی که میخوام برات توضیح بدم در واقع اصل پنجم یعنی اقدام هماهنگ هستش. یک اشتباه رایج اینه که مردم فکر میکنن با تصویرسازی و جملات تأکیدی همه چی خودش میاد. نه، تو باید اقدام کنی. ولی اقدام هماهنگ با باورهات. وقتی باور کردی لایق موفقیت هستی، فرصت‌ها رو می‌بینی و جرأت می‌کنی حرکت کنی. حتی اگه قدم‌ها کوچیک باشن، همین کار ناخودآگاهت رو قوی‌تر می‌کنه. و توی بخش آخری که می‌خوام برات توضیح بدم در واقع جمع‌بندی و انتقال حسه. پس برنامه‌ریزی ذهن ناخودآگاهت 3 چیز می‌خواد: شناسایی باورهای محدود کننده، تغذیه روزانه با باورهای جدید و اقدام عملی هماهنگ. ببین دوست من، وقتی که این 3 تا رو ترکیب می‌کنی دیگه دنبال موفقیت نمیری، موفقیت خودش میاد دنبال تو فقط باید آماده باشی که بگیریش. یادت نره که این فقط نوک کوه یخه. من تو ویدیوهای بعدی روش‌های عمیق‌تری رو میگم که شاید هیچ جا نشنیده باشی. اگه اینو تا اینجا دیدی یعنی ذهنت آماده تغییره، پس نذار همینجا متوقف بشه. ویدیوهای بعدی رو ببین، چون هر نکتهش میتونه زندگی مالی و ذهنی تو رو زیر و رو کنه. تا ویدیوهای بعد بدرود.